بلغارستان کشوری در جنوب شرقی اروپا است که صوفیه پایتخت اونه. 6.5 میلیون نفر جمعیت داره و هر ساله به جای افزایش جمعیت 1% هم از جمعیت اون کم میشه. این کشور اروپایی در بین کشورهای نچندان پیشرفته و البته نچندان ثروتمند اروپا قرار داره. اما ناگفته‌های جالبی داره که پیشنهاد می‌کنیم تا پایان ویدیو همراه ما باشین. این کشور یکی از ارزان‌ترین کشورهای اروپایی است که برای ایرانی‌ها میتونه مقصد گردشگری جذابی باشه. بلغارستان دومین کشور تولید کننده روغن گل رزه و در صدر لیست کالاهای صادراتی این کشور این روغن قرار داره. دره‌ای به نام دره گل رز در 200 کیلومتری صوفیه واقع شده که تنوع زیاد و حجم بالایی از انواع گل رز رو در خودش جای داده. فستیوال گل رز هم جشنواره‌ای 110 ساله است که در شهر کازانلاک بلغارستان هر ساله برگزار میشه. در بلغارستان اولین و مهمترین اختراعات بشر ثبت شدند. ساعت دیجیتال، کیسه هوای اتومبیل، اولین کامپیوترهای الکترونیکی در این کشور اختراع شدند. در این کشور رسم عجیبی برای پایان دادن به زمستان و شروع فصل بهار وجود داره. اسم این رسم بابا مارتاست که اوایل ماه مارس انجام میشه. در این مراسم نخهای سفید و قرمز دور مچ دستشون میپیچن یا با سنجاق به لباسهاشون وصل میکنن و دختر بچه ها هم عروسک‌های سفید و قرمزشون رو به درخت میبندن و به فصل بهار خیر مقدم میگن. در بلغارستان عروسی و ازدواج با رسوم عجیبی همراهه. مثلا قبل از خطبه عقد صورت عروس کاملا سفید میشه و با سنگ‌های زینتی آرایش سنگینی روی اون انجام میشه. سپس عروس به داماد نشون داده میشه. این مراسم رو رونمایی از عروس زیبا مینامند. کلی‌ها در بلغارستان هر ساله در طی چند جشن دختران و پسران خود رو به نمایش میذارن. خانواده‌های دختر گاهی با دریافت $4500 دختر خودشون رو به عقد پسر در میارن. چون پول برای ازدواج رد و بدل میشه بهش بازار عروس فروشی هم میگن. این مراسم 4 بار در سال و در مناسبت‌های مختلف مذهبی و تعطیلات بهار و تابستان انجام میشه. مردان کلی به خوبی از این بازار استقبال میکنن چون میتونن زنان زیبا، هنرمند و تحصیل کرده مد نظر خودشون رو با توجه به پیشنهاد خانواده دختر در این بازار خریداری و به دست بیارن. در این منطقه روابط دختر و پسر قبل از ازدواج محدود بوده و به دختران بعد از 15 سالگی اجازه رفتن به مدرسه نمیدن. این روش همسریابی در بازار عروس فروشان بهترین روش ازدواج دختران خانواده‌های فقیر در بلغارستانه.